به اخلاقیات اسلامی. اخلاقیات اسلامی به چند بخش تقسیم شده: بخش ایمان، بخش اسلام، بخش تقوا و در اخیر احسان هست. و کنون ما جستجوی و بررسی از این ایمان و اسلام و تقوا و احسان می داشته باشیم. ایمان چی بوده؟ ایمان چی هست؟ ایمان چی معنای دارد؟ ایمان دلالت بر چی می کند؟ ایمان از کجا گرفته شده؟ و اصل موضوع ایمان چی هست؟ اگر ما کمی تعمق بکنیم در این موضوع، در این نکته، در این جمله، دقیقاً ما در میابیم ایمان پایه‌گذاری و بنیانگذاری اسلام است. مرحله اول، گام اول و همان هدف اول ایمان هست. یعنی زمانی که ما بخواهیم به دین اسلام بپیوندیم، مرحله اولی که باید عبور بکنیم چی هست؟ ایمان هست. بنابراین ایمان نه تنها با اون معنایی که ما گرفتیم، ایمان نه تنها با اون اقراری که ما کردیم، ایمان تنها بیان الفاظ نیست، ایمان تنها تذکر الفاظ نیست، ایمان تنها اظهار نظر در مورد اقرار نیست. ایمان را باید ما یک تحقیق دیگر بکنیم. اگر ایمان نباشد اسلامی نیست، اگر ایمان نباشد اخلاق نیست، اگر ایمان نباشد احسان نیست. پس مرحله اول، پله اول ایمان هست. بنابراین ما ایمان را باید جستجوی درست بکنیم. ایمان به معنای این که همه چیز درون به صلاحیت مبدل شود، همه چیزی درون اصلاح شود، یعنی در درون اصلا مشکلی نباشد. امروز ما ایمان را تنها با الفاظ مختصر معنا نمودیم، با الفاظ مختصر ترجمه نمودیم، با الفاظ مختصر اکتفا نمودیم. یعنی ایمان تنها همان است که تو کلمه شهادت را در زبانت بیاری و در قلبت اقرار بکنی، این ایمان هست. نه خیر، ایمان دایره خیلی بزرگی دارد. ببینید اسلام چه یک بزرگی دارد. بنابراین اگر ما ایمان نداشته باشیم اسلامی نداریم. هر مؤمنی را ما میتوانیم مسلمان بگوییم، ولی هر مسلمانی را ما نمیتوانیم مؤمن بگوییم. بنابراین از اینجا باید ما در بیابیم عظمت ایمان را. عظمت ایمان در این نیست که ما تنها بگوییم لا اله الا الله محمد رسول الله. عظمت ایمان تنها بر این نیست که ما تنها این لفظ را تکرار بکنیم. ایمان به این معناست که ما در کل باید تغییر در وجود خود بیاوریم. ایمان همان تغییر باطنی هست و اسلام همان تغییر ظاهری است. بنابراین تا باطن انسان اگر اصلاحیت نداشته باشد، اگر بهتر نباشد، اگر خوب نباشد، بنابراین